درست کنیم. پس بزن که اول ژله هامون. حالا آب جوش که معماری بشه. حالا لیوان میخوایم. داخلش خوب چرب. قاشق انار. ژله حاضر. یه کوچولو خلال پسته. میریزیم داخله. حالا شیر. نشاسته زور. شکر. روگاز تا قلیز شه. به این غلظت. از ژلاتینمون مخلوط میکنیم. از دما که افتاد میریزیم رو دسرا. 1 ساعت میرن داخل یخچال تا دونه دونه آروم آروم برشون میگردونی. خدا وکیلی میگم درستش نکنی واقعا زندگی رو